أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا كريم. ابتدا سالروز ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را ابتدا محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و نائب بر حقش حضرت امام خامنه‌ای و ملت شریف ایران و کل ملت مسلمه و خصوص مردم افغانستان و شما حضار گرامی اهم از خواهران و برادران تسلیت میگویم. من زیاد مصدق اوقات شما نمیشوم، چون برادران معزز و مکرم دیگر در اینجا حضور دارم که از صحبت‌های اونها استفاده بیشتری خواهیم کرد. با استفاده از فرصت صرفاً به تذکر نکاتی و یا یادآوری نکاتی میپردازم. نکته اول این که چه چیزی باعث شد که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در یک چنین جایگاه و موقعیتی قرار بگیرد. چرا ما در عصر ما شخصیتی را ملاقات کردیم یا در حضور او زیستیم و زندگی کردیم که بعد از ائمه معصومین علیهم السلام یک چنین شخصیت بزرگ دیگری نداشتیم. قطعا صاحب نظران و تحلیلگران و محققان و بزرگان شاید نظرات و دیدگاه ها و نکات مختلفی در رابطه با علت این مطلب بیان بکنند، اما اونچه که کاملا مشخص است و محرز است و ثابت شده است این که عامل مهم و عمده اقتدار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توکل او بر خدا و توجه او به احکام الهی و اطاعت محض او از خدای متعال و نه گفتن در برابر استکبار و مبارزه با طاغوت است. این موضوع باعث می شود که امام خمینی رحمت الله علیه یک انسان محض مطیع خدا و یک شخصیت قدرتمند در برابر استکبار باشد، در برابر طاغوت باشد. او مطابق آیه قرآن کریم ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت به معنای واقعی کلمه عمل می کند. استکبار ستیزی امام خمینی رحمت الله علیه بگونه است که آنچه که قرآن در این رابطه می‌فرماید، آنچه که روایات و دستورات ائمه معصومین علیهم السلام در این رابطه میگوید عمل میکند. استکبار ستیزی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یک شاخصه بسیار مهم است، اما مهمتر از استکبار ستیزی حضرت امام سازش ناپذیری ایشان هست، چون ممکن است در عرصه مبارزات برخی از شخصیت ها و انسان های دیگر هم استکبار ستیز باشند، اما به مرور زمان آهسته آهسته مسیر سازش را می پیمایند. چنانچه که ما یک چنین شخصیت های در عصر کنونی داریم و باز بحث مبارزه جویی ایشان با استکبار و سازش ناپذیری ایشان بگونه است که ادامه دارد. همون گونه که شما امام خمینی را از روز اول
با این خصوصیت میشناسید تا زمانی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رحلت میکنند با همین خصوصیت در عرصه حضور دارد و حضورش هم حضور جدی هست. خب یک موضوع بسیار طبیعی و مشخص این است که این معمول، یعنی این حالت تسلیم محض در برابر خدا و مبارزه جدی در برابر استکبار زمانی برای یک انسان فراهم می شود که قبلش معارف اسلامی را کسب کرده باشد، هم در عرصه اعتقادات، هم در عرصه عبادات و هم در عرصه اخلاقیات. و امام خمینی رحمت الله علیه یک چنین شخصیتی بود که سیراب بود از معرفت اسلامی، از معرفت دینی و طبعا اگر هر انسانی به صورت واقعی و جدی معارف اسلامی را به درستی کسب کند، معارف دین را به درستی کسب کند، دیگه او یک انسان جامع کمالات خواهد بود. این که بعضی وقتا یک اشخاص یا شخصی را میبینید و متوجه هستید که معارف اسلامی را کسب کرده است یا به هر حال متصف است به این که ایشان در این عرصه کار کرده است و مطالب را برداشته است، اما آدم ناقصی هست و در برخی از عرصه ها میلنگد. علتش و دلیلش این است که این شخص و یا اشخاص معارف اسلامی را به درستی فرا نگرفتند، به درستی در به هر حال دریای معرفت معارف دینی غواصی نکرده است و چیزی بهره جدی و به هر حال مطلوبی بر نداشته است. اینجاست که به هر حال در برخی از عرصه ها میلنگند. امام خمینی رحمت الله علیه شخصیتی بود که در رابطه با بحث معارف اسلامی در قله های شامخ قرار داشت و بحث مهم دیگر این که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در رابطه با علوم روز تسلط داشت، اشراف داشت. ممکن بود که شخص ایشان در بحث اقتصاد تحصیل عمیقی نکرده بود، ممکن بود که ایشان در مباحث امنیتی در دانشگاه‌های به هر حال آکادمیک و برجسته تحصیل نکرده بود، اما حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در عرصه سیاست یک سیاستمدار بزرگ بود، در عرصه مسائل فرهنگی یک شخصیت فرهنگی بارز و برجسته بود، در عرصه اقتصاد یک شخصیت بود که در مباحث اقتصادی نظریه پرداز بود و نظر داشت و تحلیل داشت و دیدگاه‌های کارشناسانه مطرح می‌کرد. در مباحث امنیتی هذا القیاس، در مباحث نظامی هذا القیاس و در مباحث اجتماعی هذا القیاس. و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در تمام این عرصه ها چنان مسلط بود که وقتی صحبت میکرد شما فکر میکردید که سالهای سال در این عرصه ایشان تحصیل کرده است، در این عرصه ایشان به هر حال درس خوانده است و چنان پیشبینی های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دقیق بود که بعد از صحبت های ایشان و همزمان با تحلیل ها و صحبت هایشان شما واقعیت های از پیشبینی های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را میدیدید و درک میکردید و احساس میکردید که این چه شخصیت بزرگی است که به محض این که تحلیل میکند، به محض این که نظر میدهد و به محض این که پیشبینی میکند تمام تحلیل ها و پیشبینی هایش کاملا مشخص و واقعی و عینی تبارز میکند. اینجاست که وقتی شخصیتی با این طرز تفکر، با این توانمندی، با این مطالعه بود، اونجاست که این شخص در برابر خدای متعال باید همون گونه تسلیم محض باشد. یک چنین شخصیتی میداند و میفهمد که چرا بایستی در برابر استکبار مبارزه کرد، چرا در برابر طاغوت مبارزه جدی و علنی و فراگیر را روی دست بگیرد. اینجاست که با فهم و به هر حال
درک یک چنین شخصیتی دنیا تعریف می شود. اون زمان است که یک چنین فردی و یک چنین شخصیتی دنیا را به عنوان ابزار تلقی می کند، دنیا را به عنوان نردبان تلقی می کند، دنیا را به عنوان گذرگاه می شناسد و سعی می کند که از لحظه لحظه این دنیا و از کوچکترین ابزار این دنیا برای رسیدن به هدف حقیقی خودش که خداست، که روز آخرت است، که اخراست استفاده بکند. یک چنین شخصیت‌های در دام دنیا گرفتار نمی‌شوند، یک چنین شخصیت‌های از عناصر مادی و دنیوی نمی‌هراسند و نمی‌ترسند و پیغمبرگونه در عرصه حضور پیدا می‌کنند و مبارزه جدی می‌کنند. اینجاست که این شخصیت‌ها از دام خوشخال و خط این دنیا فرار میکنند و میگریزند و صرفاً برای رسیدن به هدف خودشان بهره برداری مطلوب میکنند از این دنیا. از دنیا مزرعه الاخره به همین معناست که ما در این دنیا اون بهره های لازمی را که داریم بایستی برداریم و برای آخرت خود توشه‌ای داشته باشیم. امام خمینی رحمت الله علیه خودش این گونه دیدگاه داشت، خودش این گونه زیست داشت، خودش این گونه مبارزه میکرد و سایر مردم را هم در این مسیر فرا خواند و چه در زمان خودش و چه بعد از زمان خودش آیندگان را هم در این مسیر میخواست حضور داشته باشند، در این مسیر میخواستند به هر حال در رابطه با مبارزات خودشان در راستای به هر حال زندگی دنیوی خودشان تعریف مشخص و شاخصی داشته باشد. اینجاست که عزیزان در شرایط موجود هم این فرصت برای ما فراهم می شود که با مرور زندگی شخصیت مثل امام خمینی رحمت الله علیه ما هم زندگی خود را سامان بدهیم، بایست راه عروج را پیدا بکنیم. ما هم باید راه انسان شدن و به قله رسیدن را پیدا بکنیم. چرا امروز بشر سرگردان است؟ چرا امروز دنیای اسلام این همه گرفتار است؟ چرا این همه جنگ و قتل و کشتار و غارت در گوشه گوشه کشورهای اسلامی وجود دارد؟ به خاطر اینکه به واقعیت امر ما اون چرا که امام خمینی گفت و عمل کرد و بعدش هم به ودیعه گذاشت فرا نگرفتیم. ما نتوانستیم که مثل اون امام رحمت الله علیه در عرصه باشیم و حضور جدی داشته باشیم. و خوشبختانه کسانی که در شرایط موجود چه در گذشته و چه حال توانستند جرعه از معارف مبارزاتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را فرا بگیرند، آنها آقا هستند، آنها بزرگ هستند و آنها امروز در این دنیا زندگی سعادتمندانه دارند، هم خودشان و هم برای سایر ملت‌ها و مردم زندگی سعادتمند را آرزو می‌کنند و دیگران را هم به سمت و سوی این زندگی سعادتمند فرا می‌خوانند. برادران و خواهران، به خصوص ما در شرایط موجود نیاز مبرم به معرفتی داریم که امام خمینی اون معرفت را داشت. به خصوص شخصیت‌هایی که ادعای رهبری در سطح جامعه دارند، بزرگانی که ادعای رهبری این جامعه را دارند، شخصیت‌های حوزه‌ای ما، آیات عظام ما، حجج اسلام ما، دکترهای ما، به هر حال شخصیت‌های مختلف دانشگاهی ما، اینهایی که پیشقراوران جامعه انسانی امروزی افغانستان هستند، امروز نیاز دارند که جرعه از معارف دینی امام خمینی را داشته باشند، جرعه از معارف مبارزاتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را داشته باشند. بایست ما بنشینیم مطالعه کنیم که چگونه امام خمینی به این مرحله رسید و امام خمینی چگونه مردم ایران را به مرحله رساند که امروز این کشور و این ملت
در قله از اقتدار قرار داشته باشد، در قله از قدرت و عظمت در کل منطقه و دنیا قرار داشته باشد. امروز اگر در یک طرف دنیای کفر است و در رأس این دنیای کفر آمریکای جهانخوار حضور دارد، در رأس دیگر این قله و قطب جمهوری اسلامی ایران هست و در رأس این قله رهبری خلف صالح حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، یعنی حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی است. این کشور و این مردم و این مملکت و این حکومت و نظام و رهبری فعلی نظام و همچنان امام خمینی رحمت الله علیه که 27 سال پیش عروج کرد و از پیش ما رفت، همه اینها برای تمام بشریت الگو هستند، برای تمام مسلمان ها الگو هستند و به خصوص برای مردم ما که گرفتاریم، برای مردم ما که گرفتار معضلاتیم، گرفتار جنگیم، گرفتار این همه مشکلاتیم، الگو هستند. ما بایست بنشینیم و مطالعه کنیم که اینها چیکار کردن که قدرتمند شدن، اینها چیکار کردن که عزتمند شدن و ما چرا در حضیض ذلت در شرایط کنونی حضور داریم و قرار داریم، چرا این همه وضعیت نابهنجاری در مملکت ما حاکم است و هیچ نمیتوانیم روزنه امیدی برای مردم خود تعریف بکنیم و نشان بدهیم. نه بزرگان دینی ما، نه بزرگان دانشگاهی ما، نه کسانی که در گذشته در عرصه جهاد بودند، نه کسانی که امروز از قبل به عنوان سکولار و بیدین و غیر دین و به هر حال امثال اینها آمدن و حضور دارند، نه کسانی که دیروز حاکمیت این کشور را به عنوان حاکمیت اسلامی به عهده داشتن و در دست داشتن، و نه امروز کسانی که با فکر سکولاریستی میخوان این کشور را اداره بکنن. چرا موفق نبودن و چرا حالا موفق نیستن؟ حالا ممکن است بعضی ها بگویند بابا ما را چیکار به امام خمینی، ما را چیکار به امام خامنه‌ای، اونها ایرانی است، مربوط اون کشور است، به ما ربطی ندارد. خیلی خوب آقا، به شما ربطی ندارد، ما هم میگیم ربطی ندارد، ما هم میگیم خیلی خوب از امام خمینی رحمت الله علیه درس نگیرید، پند نگیرید، از امام خامنه‌ای الگو نگیرید، از مردم ایران و نظام ایران الگو نگیرید، حداقل شما از هر راهی که میتوانید بیایید در حوزه معارف دینی و اسلامی ورود پیدا بکنید. شما مطالب دینی را از هر راهی که میتوانید بیایید فرا بگیرید، چون دین ما تمام آنچه که در زندگی ما مورد نیاز ماست دارد. نیاز نیست که ما به سمت مکاتب دیگر برویم، نیاز نیست که به سمت مسیحیت برویم، نیاز نیست که به سمت یهودیت برویم، نیاز نیست که به سمت لیبرال دموکراسی غرب برویم، به سمت مکاتب مادی به هر حال منحط و مبتذل برویم. دین اسلام یک دینی است که از ابتدای تولد انسان تا لحظه مرگ برنامه دارد و اگر حقیقتا ما بتوانیم برنامه‌های دین را درست فرا بگیریم، ما میتوانیم کشور خود را درست مدیریت کنیم، ما میتوانیم کشور خود را و مردم خود را همون گونه که در زمان جهاد به عنوان قهرمانان منطقه و دنیای اسلام مطرح شده بودند دوباره به همون جایگاه و موقعیت برگردانیم و مردم خود را مردم قدرتمند در منطقه و دنیا مطرح بسازیم و زندگی مرفه برای مردم به ارمغان بیاوریم و راه صعود و رفتن به سوی خدا را بس برای مردم افغانستان فراهم بکنیم. اینجاست که فرصت تجلیل از شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این فضا و این ذهنیت و این شرایط را برای ما فراهم میکند که برادران و خواهران ما هم بایستی از این دنیا برای خود نردبان بسازیم. این دنیا دنیای باقی نیست، این دنیا دنیای ماندنی نیست. پیش چشم خود هر روز میبینیم که صدها نفر کشته میشوند، صدها نفر ترور میشوند، صدها نفر به مرگ طبیعی دارن میروند. این دنیا رفتنی است، اما ما برای دنیای باقی خود که آخرت ماست، سرای آخرت است، باید کار بکنیم و از این دنیا
توشه برگیریم. کسانی که توانمندی خدمت درست برای جامعه دارن خدمت درست بکنن، کسانی این که توان هر کار هر فعالیتی برای زندگی انسانی و اسلامی خود و سایر احاد جامعه میتوانند بکنن، بایستی بکنن که ما بتوانیم دست در دست همدیگر بدهیم و شرایط افغانستان را عوض بکنیم. شما گمان نکنید که شرایط افغانستان عوض شدنی نیست. نخیر آقا، عوض شدنی هست، اما اول ما خود را باید عوض بکنیم. اول ما خود را باید اصلاح بکنیم. اول ما خود را خدایی بسازیم و از معارف دینی استفاده بکنیم. اول ما خود را استکبار ستیز بسازیم. اول تسلیم محض خدا و بعد با روحیه استکبار ستیزی در صحنه حضور داشته باشیم. خدایی که پشتیبان ماست، خدایی که قدرت مطلق هست و اگر ما به او بپیوندیم ما هم قدرت و صاحب اقتداری خواهیم شد و خواهیم توانست کشور را از این منجلاب و از این بحران نجات بدهیم. شما میبینید که حوادث غم‌انگیزی هر روز در هر گوشه کشور اتفاق میافتد. پریروز حادثه غم‌انگیزی که در مسیر راه بغلان و قندوز اتفاق افتاد و دهها جوان و نیروی انسانی ما به شهادت رسیدند و دهها و صدها نفر دیگر هم ربوده شدند. این چه وضعیتی است؟ در شمال چه شرایطی وجود دارد؟ در غرب کشور و جنوب غرب کشور و جنوب کشور و شرق و جنوب شرق کشور چه شرایط خطرناک وجود دارد؟ برادران من، خواهران من، رفع این معضلات، رفع این مشکلات نیازمند عزم جدی من و شماست. نیازمند حضور جدی من و شما در صحنه هست و باید دست در دست هم بدیم. پس از ساختن خود و پس از اصلاح خود و پس از تأسی به بزرگان دینی ما چون امام خمینی رحمت الله علیه و چون خلف صالح ایشان حضرت امام خامنه‌ای بایست اقدام بکنیم برای سر و سامان دادن کشور خود. نظام افغانستان اگرچه نظام پر از مشکلات است، نظام افغانستان با آنکه نظام پر از معضلات و گرفتاری هاست و فساد اداری و مشکلات مختلف در درون این نظام و این حکومت وحدت ملی وجود دارد، اما عزیزان، برادران و خواهران، همه ما و شما وظیفه داریم که در راستای حمایت از این نظام نیمبند حضور جدی داشته باشیم و کار بکنیم و زحمت بکشیم، چون اگر همین نظام نیمبند هم نباشد شرایط افغانستان برمیگردد به سالهای 71 و 72 و 73 و اون زمان بحران جدیتر خواهد شد. اینجاست که ما ضمن این که طرفدار اصلاح این نظام هستیم، طرفدار به هر حال سالم سازی بخش‌های مختلف این نظام هستیم، از این نظام حمایت هم بایستی بکنیم و در برابر دشمنان افغانستان، اعم از تروریست هایی که امروز به نام داعش در کشور ظهور و بروز پیدا کردن، اعم از طالبان و القاعده و امثال اونها، وحدت و هماهنگی و انسجام خود را حفظ بکنیم و برای ساختن کشور خود عازم باشیم و جدی باشیم و با توکل بر خدا و توجه به احکام الهی و تسلیم محض با خدا و نه گفتن جدی در برابر همه مستکبرین خدمتگزاران مردم کشور خود باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.